به نام خداوند بخشاینده و مهربان، در این ویدیو زندگی نامه لیونل مسی رو برایتون میگم. لیونل آندرس مسی در 24 ژوئن 1987 در شهر روساریو، آرژانتین به دنیا آمد. او از همان کودکی عاشق فوتبال بود و ساعتها در خیابانها و پارکها با توپ بازی میکرد. خانواده او، به ویژه پدرش، او را تشویق میکردند و از همان ابتدا متوجه استعداد فوق‌العاده او در فوتبال شدند. در سن 5 سالگی مسی به باشگاه محلی نیولز اولد بویز پیوست و خیلی زود در تیم‌های جوانان خود نمایی کرد. اما مسی با یک مشکل جدی مواجه شد. اختلال رشد هورمونی که باعث می‌شد بدنش به اندازه طبیعی رشد نکند. این مشکل می‌توانست روی آینده حرف‌های او تأثیر منفی بذارد، اما خانواده او دست از حمایت برنداشتند و به دنبال درمان او رفتند. مهاجرت به بارسلونا. در سن 13 سالگی زندگی مسی یک تغییر بزرگ پیدا کرد. باشگاه بزرگ اسپانیایی بارسلونا او را به خاطر استعدادش جذب کرد و پیشنهاد داد که هزینه درمان هورمونی او را هم پرداخت کنند. این تصمیم نقطه عطف زندگی مسی بود. او با خانواده‌اش به اسپانیا مهاجرت کرد و در آکادمی جوانان بارسلونا، لاماسیا، شروع به تمرین کرد. او خیلی زود با سبک بازی بارسلونا سازگار شد و به سرعت از تیم‌های جوانان به تیم اصلی راه پیدا کرد. مسی با سرعت، تکنیک فوق‌العاده، دید بازی و دقت شگفت‌انگیز در پاس‌ها و گلزنی همه را شگفت‌زده کرد. آغاز دوران حرفه‌ای. مسی در سال 2004 اولین بازی رسمی خود را برای بارسلونا انجام داد و خیلی زود تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان تیم شد. او با فرانک رایکارد، مربی وقت بارسلونا، پیشرفت زیادی داشت و سبک بازی خودش را پیدا کرد. در چند سال بعد، مسی با همکاری بازیکنانی مثل رونالدینیو و سایر ستارگان به یک ستاره جهانی تبدیل شد. او نه تنها گل‌های فراوانی زد، بلکه با پاس‌های خلاقانه و مهارت در دریبل بارسلونا را به قهرمانی‌های متعدد در لیگ اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا رساند. موفقیت‌ها و جوایز. لیونل مسی در طول دوران حرفه‌ای خود بارها رکوردشکنی کرده است. او چندین بار توپ طلای جهان را برده، به عنوان بهترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلونا شناخته شد و با تیم ملی آرژانتین قهرمانی کوپا آمریکا و جام جهانی 2022 را تجربه کرد. مسی به خاطر سرعت، تعادل، قدرت دریبل و توانایی شگفت‌انگیزش در گلزنی معروف است. بسیاری او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال می‌دانند و سبک بازی او الهام بخش نسل‌های جوان فوتبال در سراسر جهان شده است. زندگی شخصی. لیونل مسی زندگی شخصی آرامی دارد و خانواده برایش بسیار مهم است. او با آنتونلا روکوزو ازدواج کرده و 3 فرزند دارد. مسی از طرفداران فوتبال جوانان و خیریه‌ها حمایت می‌کند و با فعالیت‌های انسان دوستانه تلاش می‌کند زندگی کودکان نیازمند را بهتر کند. انتقال به پاریس سن ژرمن. در سال 2021 مسی بعد از بیش از 20 سال حضور در بارسلونا به دلایل مالی مجبور شد تیم را ترک کند و به پاریس سن ژرمن بپیوندد. این انتقال شوک بزرگی به دنیای فوتبال بود، اما او توانست در فرانسه هم درخشش خود را ادامه دهد و تجربه جدیدی کسب کند. میراث و تأثیر. لیونل مسی تنها یک بازیکن فوتبال نیست، او نماد پشتکار، استعداد و عشق به بازی است. مسی نشان داد که با تلاش، فداکاری و اعتماد به خود میتوان بر مشکلات غلبه کرد و به اوج رسید. نام او در تاریخ فوتبال همیشه درخشان خواهد ماند. اگر از این ویدیو خوشت آمده کانال ما را سابسکرایب کنید و در نظرات بگید که زندگی نامه کدام بازیکن را بسازم تا ویدیوی بعد. خداحافظ.